بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در تلاوت آیات کلام الله مجید و در عبادت الله متعال هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه این بار توفیق نصیب راه بنده و شما عزیزان قرار گرفت تا با هم در پای رحل کلام الله مجید به تدبر در معانی آیات کلام پاکش بپردازیم. با شما عزیزان هستیم با اولین آیات از کلام الله متعال در قرآن کریم، با اولین سوره در اولین صفحه از کلام الله متعال. به همراه شما سروران در این برنامه سوره مبارکه الفاتحه رو به تلاوت خواهیم گرفت و به همراه شما سروران درباره ترجمه معانی آیات این سوره عظیم و این سوره بالا صحبت خواهیم کرد. وقتی قرآن کریم رو باز می‌کنیم در اولین صفحه قرآن کریم ما یک سوره می‌بینیم، یک سوره کوتاه در تعداد آیاتش که 7 آیه بیشتر ندارد، ولی در معانی و مفاهیم آن بسیار عظیم است. چنان عظیم است این سوره که رسول الله صلی الله علیه و سلم این سوره را عظیم ترین سوره قرآن کریم نامید. در روایتی که 2 تن از صحابه بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نقل کردند، ابی ابن کعب و همچنین ابو سعید المعلا رضی الله عنهما، رسول الله صلی الله علیه و سلم به این 2 بزرگوار فرمود که در 2 روایت مختلف و 2 داستان مختلف که آیا تو را، خطاب به هر یک از آنها در هر روایتی که مرتبط به خودشان هست، آیا تو را به عظیم ترین سوره کلام الله متعال دلالت نکنم؟ عظیم ترین سوره در جایگاه و در معانی بالای آن. این سوره رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما عظیم ترین سوره قرآن کریم نامیده است. فرمود که آیا تو را به عظیم ترین سوره دلالت نکنم؟ و در ادامه روایت می آید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد نشسته بودند و این صحابی منتظر است تا رسول الله علیه السلام عظیم ترین سوره را به ایشان بگویند و رسول الله علیه السلام بلند میشوند و حرکت میکنند به سمت خارج شدن از مسجد. قبل از اینکه خارج شوند صحابی دست ایشان را میگیرد، یا رسول الله، شما فرموده بودی عظیم ترین سوره قرآن کریم را برای تو معرفی میکنم، آن سوره کدام سوره است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الحمد لله رب العالمین. سوره الفاتحه رو رسول الله علیه السلام به عنوان عظیم ترین سوره قرآن کریم یاد کرد. این سوره بسیار عظیمی است. سوره است که رسول الله صلی الله علیه و سلم این سوره رو عظیم ترین سوره برای ما یاد می‌کند. در برابر سوره های دیگری به نام بقره، به نام آل عمران، با وجود سوره به نام اخلاص، قل هو الله احد که تلاوت آن به منزله ثلث قرآن کریم، 1/3 قرآن کریم اجر و پاداش دارد برای قرائت کننده آن، با وجود سوره های عظیم دیگری که در قرآن کریم هست، الله متعال این سوره را برای ما در ابتدای قرآن کریم قرار داده است و رسول الله علیه السلام این سوره را برای ما عظیم ترین سوره کلام پاکش یاد می کند. عظیم ترین سوره قرآن کریم این سوره است. در روایت دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که نه در تورات و نه در انجیل و نه در زبور و حتی نه در خود قرآن کریم سوره عظیمتر از این سوره وجود ندارد. این سوره چنان عظیم است، این سوره چنان جایگاه بزرگی دارد که در ابتدای قرآن کریم قرار گرفته است. همین که قرآن رو شما باز میکنید
با فاتحه الکتاب، با الفاتحه، با این سوره روبرو میشوید. رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی در مسجد نشستند و جبرئیل امین علیه السلام، امین آسمان، در کنار امین زمین نشسته است و رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن یار عظیمش و آن یار نازنین جبرئیل علیه السلام مشغول گفتگوست که ناگهان صدای بلندی به گوش می رسد. جبرئیل علیه السلام نگاه خود را با آسمان می اندازد و می فرماید یا رسول الله، امروز دری در آسمان باز شد و این صدای باز شدن آن در است که تا به امروز آن در باز نشده بود و ملکی از آن در می آید. و جبرئیل علیه السلام می فرماید این ملک برای اولین بار روی زمین آمده است و با شما سخن می گوید. آن ملک با رسول الله صلی الله علیه و سلم هم کلام می شود و بیشان می فرماید که مژده باد به تو ای محمد صلی الله علیه و سلم به دو نور بزرگی که الله متعال به تو عنایت فرموده است و به هیچ کسی قبل از تو داده نشده است. مژده باد به تو ای محمد مصطفی علیه السلام به دو نور الله متعال به تو داده است که به هیچ احدی قبل از تو در روی زمین و در تاریخ انبیای گذشته عنایت نشده است. آن دو نور یکی این سوره است. فرمود فاتحه الکتاب. آن ملک بزرگوار در ادامه گفتگوی خود با رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که آن دو نور یکی فاتحه الکتاب است، سوره الفاتحه، و دوم دو آیه آخر سوره مبارکه بقره از آمن الرسول بما انزل الیه من ربه تا آخر سوره مبارکه بقره. این دو نعمت دو نور نامیده شده است برای رسول الله صلی الله علیه و سلم. سوره مبارکه الفاتحه و دو آیه آخر سوره مبارکه البقره، آمن الرسول تا آخر آیه 285 و 286 سوره مبارکه بقره. سوره مبارکه الفاتحه نور است و رسول الله صلی الله علیه و سلم این سوره را ام الکتاب نیز نامیده است. ام الکتاب، مادر کتاب، ام الکتاب، و این سوره ام القرآن نیز نامیده شده است توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم. ام الکتاب و ام القرآن به خاطر اینکه تمام مفاهیمی که در سوره های دیگر قرآن کریم بعد از سوره مبارکه هم ذکر می شوند، از ابتدای بقره تا پایان سوره مبارکه ناس، هر آنچه که در این سوره ها به تفصیل ذکر می شود، خلاصه آن، اساس آن، اصل آنها در سوره مبارکه الفاتحه ذکر شده است. بر این اساس این سوره را ام القرآن و ام الکتاب نامیدند. یک تعبیر دیگر رو هم شارحین حدیث ذکر کردند، گفتند که ام الکتاب و ام القرآن نامی که برای سوره مبارکه الفاتحه ذکر شده از نامهای مختلف این سوره است و می‌دانید که تنوع نام دلالت بر عظمت و مکانت و جایگاه دارد. از نامهای این سوره مبارکه ام الکتاب و ام القرآن است. به این خاطر یکی از معانی دیگری که ذکر کردن علاوه بر معنایی که گذشت، به این خاطر است که عظمت و جایگاه این سوره رو برای ما نشان میداد. همونطوری که الله متعال درباره شهر مبارک مکه فرمود ولتنذر ام القری و من حولها. مکه را الله متعال برای ما ام القری نامید، مادر سرزمین ها. آنجا ام القرآن نامیده شد، کلمه استفاده شد، یعنی مادر سرزمین ها، به خاطر عظمت و جایگاه و برتری مکه نسبت به جاهای دیگر، مکانهای دیگر و سرزمینهای دیگر. به خاطر عظمت و جایگاه او بر اماکن دیگر کلمه استفاده شد. و ام الکتاب و ام القرآن، تعبیری که برای سوره مبارکه الفاتحه استفاده شده توسط رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز دلالت بر عظمت و جایگاه این سوره نسبت به سوره های دیگر قرآن کریم دارد. ام الکتاب، ام القرآن و الفاتحه از نامهای معروف و مشهور این سوره است. الفاتحه، این سوره الفاتحه نامیده شده است. الفاتحه در ابتدای قرآن کریم، ما همین که قرآن کریم رو باز میکنیم فتح میکنیم. فتح یعنی باز کردن. میدونید که در عربی کلمه فتح، مثلا وقتی میگن در رو باز کن میگن افتح الباب، در رو باز کن. فتح و فتح کردن یک سرزمین به معنای باز کردن درهای آن سرزمین به روی
مجاهدان و به روی مسلمانان است. کلمه الفاتحه یعنی آغاز، یعنی شروع، یعنی باز، که همین که باز میکنیم ما کتاب رو، آغاز میکنیم کتاب رو، فاتحه و افتتاح این کتاب با سوره مبارکه الفاتحه است. الفاتحه یعنی سرآغاز، یعنی شروع. در ابتدای قرآن کریم این سوره آمده است و سوره الفاتحه از نامهای دیگر این سوره است. همچنین قرآن کریم برای ما در سوره مبارکه هجر آیه 87 نام دیگری برای این سوره ذکر می‌فرماید و آن آیه عظیم الله متعال می‌فرماید ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ای محمد مصطفی، من الله با عظمت به تو 7 مثانی دادم، 7 مثانی والقرآن العظیم، و قرآن عظیم را به تو دادم. برخی از مفسرین در تفسیر این آیه 87 سوره مبارکه هجر می‌فرمایند که آنجا مراد از قرآن عظیم باز خود سوره مبارکه فاتحه است. 7 مثانی و قرآن عظیم، 2 کلمه ذکر شده است، 7 مثانی و قرآن عظیم. 7 مثانی، 7 یعنی 7، 7 مثانی، المثانی یکی از تفسیرهایی که درباره المثانی ذکر کردن، 7 مثانی سوره مبارکه فاتحه، آنجا مفسرین هم اتفاق نظر دارند که کلمه 7 مثانی درباره سوره مبارکه فاتحه است. ترجمه آیه این گونه می شود که ای محمد مصطفی علیه السلام، من الله با عظمت به تو سوره مبارکه فاتحه را دادم و قرآن عظیم را به تو دادم. سوره مبارکه فاتحه را الله متعال 7 مثانی نامید چون 7 آیه دارد. 7 یعنی 7 آیه. 7 مثانی، 7 آیه‌ای که مثانی تکرار می شود. یکی از تفسیرهایی که برای کلمه المثانی آوردند 7 آیه‌ای که هی تکرار می شود، هی خوانده می شود. چون سوره مبارکه فاتحه تنها سوره‌ای است که در هر رکعت نماز خوانده می شود. تنها سوره‌ای که در هر رکعت نماز باید خوانده شود و این هم باز دلیل دیگری بر عظمت و جایگاه این سوره دارد. تنها سوره‌ای از قرآن کریم است که در هر رکعت نماز باید خوانده شود و هر مسلمان روزانه حداقل 17 مرتبه باید این سوره را بخواند. در 17 رکعت نمازهای فرض یا واجب به تعبیر دیگر، در نمازهایی که حتما باید خوانده شود. علاوه بر این نمازهای سنت و نوافل هر چه بیشتر بخواند، خب باز از 17 مرتبه 17 رکعت نمازهای واجب و فرض بیشتر می شود. نمازهای واجب و فرض به تعبیرهای مختلفی که در بین فقها می آید و همون نمازهایی که نماز فرض معروف است. 17 مرتبه در روز هر مسلمانی این سوره را می خواند و آیات این سوره را تکرار می کند. چون این 7 آیه، این سوره 7 آیه دارد، چون این 7 آیه در هر رکعت نماز تکرار می شود، در متعال 7 مثانی نامید این سوره را و 7 آیه‌ای که هی تکرار می شوند. بلکه دیگر از مفسرین گفتن 7 مثانی اینجا 7 تکرار می شود. المثانی به معنای دیگری استفاده کردن و گفتن اینجا مثانی به معنای استثناء است، یعنی اینکه 7 آیه‌ای که امت محمد مصطفی علیه السلام نسبت به امتهای دیگر استثناء شدند. این سوره با 7 آیه‌ای که دارد خاص امت محمد مصطفی علیه السلام است و به هیچ کس دیگری این سوره داده نشده است. همونطور که در حدیثی که ذکرش گذشت رسول الله علیه السلام فرمود که این سوره است که به مانند آن نه در تورات و نه در انجیل و نه در زبور و حتی در خود قرآن کریم هم در سوره های دیگر آن وجود ندارد. و در حدیثی که با ذکرش گذشت، آن ملکی که از آسمان آمد در حضور رسول علیه السلام و جبرئیل علیه السلام فرمود بشارت با تو را به 2 نوری که هرگز به کسی قبل از تو داده نشده است. یکی از معانی دیگر 7 مثانی یعنی 7 آیه‌ای که استثناء شده این امت برای دریافت آن آیات و این سوره خاص مسلمانان است و امت محمد مصطفی علیه السلام. برخی دیگر از مفسرین 7 مثانی را تعبیر دیگری هم کردند. گفتند که 7 مثانی به خاطر این است که این سوره 2 بار نازل شده است، 2 مرتبه نازل شده است. بار اول در مکه مکرمه و یک بار دیگر هم در مدینه منوره. در همون آیه 87 سوره مبارکه هجر کرده متعال فرمود ولقد آتیناک 7 من المثانی والقرآن العظیم.
برخی از مفسرین گفتن که من الله با عظمت به تو ای محمد مصطفی 7 آیه دادم که تکرار می شود و قرآن عظیم را به تو دادم. برخی گفتن قرآن عظیم همان 7 مثانی است. بر روایت رسول الله علیه السلام در روایتی فرمود فاتحه الکتاب همان 7 مثانی است و همان قرآن عظیمی است که به من عنایت شده است. یعنی قرآن عظیم در آیه 87 سوره هجر، مفسرین گفتن طبق این حدیث رسول علیه السلام آن هم نام دیگری برای خود این سوره است باز، یعنی که چون خلاصه کل قرآن کریم است، قرآن عظیم از آن یاد شده است، از این سوره مبارکه. برخی دیگر از مفسرین باز گفتن که روایت باز تفسیر دیگری رو برای آیه 87 سوره مبارکه هجر درباره ولقد آتیناک 7 من المثانی والقرآن العظیم فرمودن ولقد آتیناک 7 من المثانی، 7 مثانی که خب سوره مبارکه حمد است، و القرآن العظیم رو الله متعال، یعنی کل قرآن کریم رو در کنار هم ذکر کرده تا جایگاه حمد رو برای ما مشخص بکنه. من الله با عظمت به تو سوره حمد رو دادم و قرآن عظیم رو دادم، یعنی سوره حمد در یک طرف قرار گرفته و قرآن عظیم در طرف دیگر قرار گرفته و باز این نشان از عظمت این سوره دارد. درباره عظمت این سوره هر چقدر که سخن بگوییم باز هم کم است. به همین روایاتی که در این باب بود و این آیه از سوره مبارکه هجر اکتفا می‌کنیم درباره فضیلت و جایگاه این سوره مبارکه. این سوره مبارکه برای عظمت آن همینقدر کافی است که در هر رکعت نماز خوانده می شود. نام‌های مختلفی غیر از آن که ذکر شد برای این سوره ذکر شده است. الفاتحه که معروف ترین نام این سوره است که در ابتدای کلام الله مجید هم شما می‌بینید بالای خود سوره الفاتحه نوشته شده است. الفاتحه ام القرآن، ام الکتاب، 7 المثانی. الصلاة، نام دیگری که برای این سوره ذکر شده است الصلاة است، چون در روایت رسول الله علیه السلام فرمود که در 2 روایت مختلف، در یک روایت فرمود که کسی که سوره فاتحه را نخواند نماز او نماز نیست. به همین خاطر برخی از کسانی که نام سوره مبارکه الفاتحه رو یکی از نام‌ها رو صلات ذکر کردن گفتن که خب نمازی که فاتحه نداشته باشد نماز نیست، به همین خاطر صلات ذکر شد. در روایت دیگری باز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که الله متعال می‌فرماید من نماز رو بین خود و بین بنده خود تقسیم کردم، هرگاه بگوید الحمدلله رب العالمین و در تعریف نماز الحمدلله رب العالمین آمده است. سوره حمد رو در ادامه حدیث ما داریم و به همین خاطر اینجا مفسرین میگویند که الله متعال برای ما در این حدیث قدسی و رسول الله علیه السلام برای ما این حدیث رو نقل کردن، در این حدیث سوره مبارکه فاتحه صلات نامیده شده است و هر 2 روایتی که ذکر شد دلالت بر این دارد و اهمیت قرائت نماز، اهمیت قرائت سوره مبارکه فاتحه در نماز و همچنین این سوره به نام الصلات هم از او یاد شده است. و همچنین از نام‌های دیگری که ثابت است در حدیث از رسول صلی الله علیه و سلم برای این سوره استفاده شده است الرقیه، آنچه برای شفای بیماری ها خوانده می شود. رقیه شرعی، ما آیاتی از کلام الله مجید برای درمان برخی بیماری ها به مانند سحر، به مانند چشم سخت، به مانند جادو تلاوت می شود و خوانده می شود و یکی از اون سوره هایی که برای این کار خوانده می شود سوره مبارکه فاتحه الکتاب است، سوره مبارکه الفاتحه. در روایتی آمده است که برخی از صحابه رفتن در سفری به جایی و گذرشان بر یک قومی افتاد و از آنها خواستند تا به عنوان میهمان با آنها رفتار کنند، اونها رو میهمان بکنند. و این رسمی بود که در بین عرب متداول بود، جایی که میرفتن عده‌ای و جایی نداشتن و در مسیری میماندن. خب اون موقع مثل امروز امکانات نبود و کاروانسراها هم فاصله های زیادی داشت و خب مردم مجبور بودن که در یک فضایی که داخل میشوند، رستوران های مثل امروز نبود است، هتل های مثل امروز نبود است که بتونن برای خود غذای تهیه بکنن. وقتی در یک فضایی وارد میشدن، در یک منطقه وارد میشدن، مجبور بودن تا بالاخره از اهالی اون منطقه درخواست بکنن که اونها رو پذیرایی بکنن، اکرام بکنن، ولو در مقابل مالی که پرداخت میکنن. صحابه از اونها خواستن که اینها رو مهمان بکنن. اونها این کار رو نکردن و از هر باز زدن از اینکه اونها رو مهمان بکنن، حالا خسیس بودن یا هر دلیل دیگری، آنها حاضر نشدن که صحابه رو مهمان بکنن. مدتی گذشت و صحابه همچنان همونجا هستن و یک نفری از آنها آمد و گفت که سردار قوم ما را، سردار طایفه ما را یک گزنده‌ای گزیده است، نیش زده است، عقربی یا ماری.
آیا کسی در بین شما هست تا رقیه شرعی بکند؟ رقیه بکند، بیاید و بخواند آیاتی را. و یکی از صحابه که برخی گفتن ابو سعید خدری رضی الله عنه بوده است، آمد و گفت که من این کار را میکنم و برای شما رقیه میخوانم، برای شما رقیه میخوانم. و رفت برای رقیه خواند و سوره مبارکه حمد را چند باری خواند و تکرار کرد و این انسان خوب شد و بلند شد و سوره حمد را خواند و دم کرد روی او به اصطلاح و این شخص بلند شد و صحیح و سالم شد و در مقابل یک مقدار گوسفندهای زیادی رو، گله گوسفند به اینها هدیه دادن به جمع صحابه و این صحابه به محضر رسول علیه السلام اومدن و حکایت رو نقل کردن و رسول علیه السلام خطاب اون صحابی بزرگواری که این کار رو کرده بود فرمود: از کجا میدانستی که این سوره رقیه است؟ از کجا میدانستی که این سوره رقیه است؟ به همین خاطر یکی از نام‌هایی که برای این سوره استفاده شده سوره رقیه است. در ادامه روایت رسول علیه السلام اونها می‌خواستن که مطمئن بشن که آیا این گوسفندهایی که ما در قبال این عمل دریافت کردیم خوردنش برای ما جایز است یا نه. و رسول علیه السلام فرمود که اگر چیزی از گوشت آنها برای شما باقی مانده است برای من هم بیاورید تا طیب خاطر آنها بشود و اونها رو خیالشون راحت بکنه که آنچه که به دست آوردن مال حلالی بوده است و مال حرامی نبوده است. شاهد از این قصه و حکایت این است که این سوره مبارکه الفاتحه برای درمان بیماری هایی که نام آنها گذشت، درای سحر، جادو، خصوصا به عنوان رقیه شرعی و به صورت عموم آیات کلام الله مجید برای شفا استفاده می شود. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. علاوه بر اینکه قرآن کریم شفای بیماری های روحی و بیماری های قلب ماست، برای روح ما نوش داروست و درمان است، برای جسم ما هم شکی در این نیست که آیات قرآن کریم تأثیر گذار است و رقیه شرعی از مهمترین رقیه شرعی سوره مبارکه فاتحه است. نام‌های دیگری هم برای سوره مبارکه فاتحه ذکر شده است که به همین قدر اکتفا می‌کنیم از نام‌هایی که درباره این سوره مبارکه ذکر شده است. سوره مبارکه الفاتحه معروف است به این نام و سوره حمد هم، سوره حمد یا الحمد هم نامیده می شود به خاطر اینکه آیه اول این سوره الحمدلله رب العالمین، آغاز این سوره با الحمدلله رب العالمین هست. این سوره مبارکه با نام‌هایی که گذشت و دلالت بر عظمت این سوره دارد، هرچی نام‌ها بیشتر می شود دلالت بر اهمیت و جایگاه سوره دارد. این سوره مبارکه 7 آیه دارد، همونجوری که خود آیات کلام الله مجید هم آیه 87 سوره مبارکه حج به این موضوع اشاره دارد. 7 آیه دارد و در این اتفاق نظر وجود دارد که این سوره آیات آن 7 سوره است. در مکه مکرمه نازل شده است، اگر بپذیریم که 2 بار نازل شده است، که برخی از مفسرین سبع مثانی رو گفتیم به این معنا ترجمه کردن که 2 بار نازل شده، 1 بار در مکه 1 بار در مدینه. در مکه حتما نازل شده است، زیرا در همین آیه 87 سوره مبارکه حج که فرمود ولقد آتیناک سبعا من المثانی، خود سوره مبارکه حج یک سوره مکی است. به اتفاق مفسرین سوره مبارکه حج سوره است که در مکه نازل شده و در این آیه از این سوره الله متعال می‌فرماید من به تو عنایت کردم، من به تو دادم ای محمد مصطفی علیه السلام سبع مثانی را و قرآن عظیم را. و صحبت از فعل ماضی است، فعل گذشته، یعنی در زمانی که سوره حج نازل شده بوده قبل از او سوره حمد نازل شده بوده است و سوره حمد قبل از او نازل شده بوده. به خاطر همین سوره مبارکه حمد از اوایل سوره هایی است که از اولین سوره هایی است که در مکه مکرمه نازل شده، چون در هر رکعت نماز خوانده می شده است و هیچ نمازی بدون سوره حمد نبوده است. و ما می دانیم که نماز رو با وجود اینکه در سال دهم بعثت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و مسلمانان واجب شد نمازهای 5 وقت در شب معراج، اما نماز قبل از آن از ابتدای رسالت رسول علیه السلام نماز خوانده میشد و نماز میخواندند صحابه و رسول علیه السلام، اما برای آنها واجب نبود و در نماز سوره مبارکه حمد رو میخواندند. و به خاطر سوره مبارکه حمد از اولین سوره هایی است که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است و در ابتدای کلام الله مجید هم این سوره به عنوان اولین سوره کلام الله مجید ذکر می شود. این سوره 7 آیه دارد و با این مقدمه‌ای که درباره این سوره گفته شد به شرح معانی آیات این سوره مبارکه می پردازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه باز به خود آیات بپردازیم لازم است، چون برای اولین بار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بسم الله الرحمن الرحیم رو ذکر می‌کنیم، درباره این 2 تعبیر هم صحبت بکنیم. در ابتدای این سوره، در ابتدای سوره های بعد از این تفسیر و از این شرح صرف نظر خواهیم کرد، چون یک بار ذکر آن اینجا مطرح خواهد شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیا گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در ابتدای سوره ها و در ابتدای تلاوت قرآن کریم لازمی است؟ آیا اعوذ بالله جزئی از قرآن است؟ ما در سوره مبارکه نحل الله متعال خطاب به رسول صلی الله علیه و سلم و امت اسلامی می‌فرماید که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. هر وقت قرآن می‌خوانیم به الله متعال پناه ببر از شیطان رانده شده. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. این خب آیه سوره مبارکه نحل است و الله متعال این رو برای ما امر فرموده. برخی از مفسرین، برخی از ائمه بزرگوار و برخی از کسانی که در باب وجوب خواندن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در ابتدای سوره ها فتوا دادند، از این آیه استناد کردند و گفتند که اینجا امر الهی به معنای وجوب است، یعنی واجب است که ما در ابتدای تلاوت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را بخوانیم و از این آیه استناد کردند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را گفتنش در ابتدای تلاوت قرآن کریم من جمله در ابتدای سوره مبارکه حمد یا هر سوره دیگری که عنوان یک تلاوت خوانده شود واجب است. جمهور علما گفتند که اینجا امر برای وجوب نیست، برای استحباب است. به این معنا که لازمی نیست حتما که در ابتدای تلاوت حتما باید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته شود و استناد کردن به روایاتی از رسول صلی الله علیه و سلم که اشاره دارد رسول الله صلی الله علیه و سلم احیانا تلاوت رو بدون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم آغاز کردند. وقتی که برای صحابه خود می‌خواستن آیه از قرآن را بخوانند، غیر از این که اعوذ بالله نگفتن آیه را خواندن، یعنی بدون اعوذ بالله هم آیه را خواندن. روایات مختلفی در این باره وارد شده است از رسول علیه السلام که وقتی خواستن آیه رو به عنوان شاهد ذکر بکنن قبل از تلاوت آیه اعوذ بالله نگفتن، مستقیم آیه را خواندن. و همین خاطر میگویند که اینجا عنوان استحباب است، مستحب است، خوب است که ما وقتی تلاوت میکنیم آیاتی از کلام الله مجید و وقتی شروع میکنیم به تلاوت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را بگوییم. و از آداب تلاوت این است که ما وقتی که یک سوره ای را میخوایم بخوانیم یا قرآن میخوایم بخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را ذکر بکنیم. خب درباره البته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم روایت مختلفی باز در این باب هم ذکر می شود که آیا با همین تعبیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم روایت دیگری هست، تعبیرهای دیگری رو رسول علیه السلام استفاده کردن. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم هم از رسول علیه السلام ثابت است و کلمه اعوذ بالله رو در اصطلاح مفسرین و در علم تجوید به عنوان الاستعاذه از آن یاد می شود. استعاذه و هر کلمه اگه جای شما کلمه استعاذه شنیدید یعنی گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و همون چیزی که در قرآن کریم آمده است. و اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم در سوره مبارکه نحل بهترین تعبیری که می شود استفاده کرد همین تعبیر است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در ابتدای تلاوت آیاتی از کلام الله مجید خوب است که ما بگوییم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خودمون رو عادت بدیم به این موضوع. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه بسم الله الرحمن الرحیم، تعبیر بسم الله الرحمن الرحیم هم در اینکه آیا آیه از کلام الله مجید هست یا نه، در این بین مفسرین اختلاف نظر وجود دارد که آیا بسم الله ابتدای سوره حمد و ابتدای سوره های قرآن کریم جزئی از آیات سوره حساب می شود یا نه، برای شروع سوره ها آمده است فقط. اینکه خود کلمه لفظ بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن ذکر شده است، خب شکی در این نیست. در سوره مبارکه نمل در آیه 30 وقتی که الله متعال داستان سلیمان علیه السلام را برای ما ذکر می‌فرمایند، در داستان سلیمان علیه السلام و نامه‌ای که ایشان نوشت به بلقیس یا بلقیس، پادشاهی خانمی زنی که در سرزمین یمن حکومت می‌کرد، نامه را به هدهد داد، شاهانه به سر، اون پرنده‌ای که خبر این قوم رو به سلیمان علیه السلام آورده بود در سرزمین شام، فلسطین. هدهد رفت و این نامه را انداخت در دامن بانو بلقیس و از پنجره‌های قصر او وارد شد و نامه را انداخت در دامن او و نامه را وقتی باز کرد با این تعبیر شروع شده بود که انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. این لفظ آیه 30 سوره مبارکه نمل است. الله متعال می‌فرماید که سلیمان علیه السلام نامه خود را این گونه شروع کرده بود انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. خود تعبیر بسم الله الرحمن الرحیم این جمله در آیه 30 سوره مبارکه نمل ذکر شده است.
پس خود کلمه بسم الله الرحمن الرحیم آیه قرآن حساب می شود. در سوره نمل آیه 30 آمده است. اما آیا بسم الله الرحمن الرحیمی که در ابتدای سوره های کلام الله مجید شما میبینید در مصاحف، هر مصحفی رو، هر قرآنی رو شما باز بکنید، در ابتدای هر سوره یک بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده است. آیا این بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است یا نیست؟ خصوصا در سوره مبارکه حمد وقتی شما نگاه بکنید، در همین قرآنی که پیش روی من است و معروف است به قرآن مصحف مدینه و معروف ترین قرآنی است که بالاخره در امت اسلامی نشر و پخش می شود با خطات معروف عثمان طاها که ایشون نوشته، با دست خط خودش این قرآن رو نوشته است. در ابتدای سوره مبارکه حمد اگر شما نگاه بکنید میبینید که سوره مبارکه حمد رو وقتی بسم الله الرحمن الرحیم رو نوشته، بسم الله الرحمن الرحیم رو آیه شماره 1 نوشته است، آخرش نوشته 1 و این رو البته در سوره های بعدی نمیبینید، اما در سوره مبارکه حمد این موضوع رو ذکر کرده است. آیا بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای سوره مبارکه حمد جزء این سوره هست یا نیست؟ و حتی در ابتدای سوره های دیگر هم شوافع، یعنی در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه، کسانی که پیرو مذهب ایشون هستند بر این باور هستند که بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای سوره مبارکه حمد، بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای سوره مبارکه حمد آیه اول سوره مبارکه حمد است. آیه اول سوره مبارکه حمد است و دلایلی رو بر این باب ذکر می‌کنند. به همین خاطر شما اینجا مشاهده می‌کنید که در ابتدای سوره مبارکه حمد در قرآن عثمان طاها مؤلف خودشون چون از مذهب شافعی است، ایشون بسم الله الرحمن الرحیم رو که نوشته، آیه 1 رو به عنوان بسم الله الرحمن الرحیم رو به عنوان آیه اول نوشته است. اما جمهور علما غیر از شافعی مذاهب دیگر بر این باور هستند که بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای سوره مبارکه حمد و حتی تمام سوره های دیگر بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای سوره ها جزئی از هیچ سوره نیستند و حتی از سوره مبارکه حمد هم، و دلایلی رو در این باره ذکر می‌کنند از روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم. من جمله از مهمترین دلایلی که در این باب ذکر می‌کنند این هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم، انس بن مالک ذکر می‌فرماید که من پشت سر رسول الله علیه و سلام، پشت سر ابوبکر صدیق، پشت سر عمر فاروق نماز خواندم در دوران خلافت آنها و هیچ وقت ندیدم که آنها بسم الله الرحمن الرحیم را در ابتدای سوره مبارکه حمد بلند بخوانند. و خب این از دلایلی است که بالاخره در این باب ذکر می‌شود و دلیل قوی است در این باب که اشاره به این دارد که رسول الله علیه و سلام وقتی تلاوت می‌کردند در نمازهای جهری، در نمازهای مغرب، در نمازهای عشا، در نمازهای صبح که با صدای بلند سوره مبارکه حمد و سوره های دیگر خوانده می‌شده است، رسول الله علیه و سلام مستقیم شروع می‌کردند الحمدلله رب العالمین و بسم الله الرحمن الرحیم رو نمی‌خواندند، بلند نمی‌خواندند. و اگر بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره مبارکه حمد می بود، پس باید ایشون بسم الله الرحمن الرحیم رو هم می‌خواند، یعنی رسول الله علیه و سلام باید بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند می‌خواند و همچنین ابوبکر صدیق و همچنین عمر فاروق. و روایت دیگری هم در این باب ذکر می شود و این موضوعی است که جمهور علما بر این باورند که بسم الله الرحمن الرحیم ابتدای سوره مبارکه حمد و سوره های دیگر جزء سوره نیستند. و عبدالله بن عباس می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که بسم الله الرحمن الرحیم نازل می شد میفهمید که اینجا سوره تمام شده و سوره دیگری شروع شده است. بسم الله با عنوان سرفصل و با عنوان شروع سوره نازل می شد، نه با عنوان آیه‌ای از خود سوره. به همین خاطر بعد دلایل دیگری هم ذکر می شود و دلایل دیگری رو هم ذکر می کنن. من یک روایت رو اشاره کردم، روایات دیگری هم وجود دارد که اشاره به این موضوع دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که سوره رو می‌خواندند بسم الله الرحمن الرحیم رو به عنوان آیه اول سوره نمی‌خواندند و نظر جمهور علما بر این است. یک نکته را هم اشاره بکنیم که بالاخره این اختلافی که در بین مذاهب وجود دارد اختلافی است که هر دو دسته از علمای مذهب، چه شوافع و بقیه، در این مورد اختلاف نظر دارند از لحاظ فقهی. اختلافی است که مورد احترام است. یعنی اگر جایی شما دیدید که امام وقتی سوره مبارکه حمد رو در نماز میخواند و بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند خواند، خب این اختلافی است که قابل احترام است و این مسئله است که علمای مذهب در خود دلایل خود رو دارند و نظرهای خود رو دارند. و اگر جایی شما عزیزی که شافعی مذهب است دید که امامی بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند نخواند، بسم الله خوانده می شود، بسم الله رو همه مذاهب می خوانند، اما بلند می خوانند یا آرام می خوانند، بسم الله رو
کسانی که شوافع خب چون که میگن بسم الله الرحمن الرحیم جزء آیه اول سوره مبارکه حمد است، بسم الله رو بلند میخوانند. یعنی اگر شما پشت سر امام شافعی مذهبی نماز بخوانید میبینید که میگن بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. و بقیه مذاهب مثلا در حرمین شریفین شما نمیبینید که حنبلی مذهب هستند و در بین احناف و مالکیه بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند نمیخوانند. حالا چه این بسم الله خوانده شود، بلند خوانده شود یا آرام خوانده شود، در هر حالت خوانده می شود. همه می خوانند بسم الله رو می خوانند، همونطور که سبحانک اللهم قبلش خوانده می شود، اعوذ بالله خوانده می شود، بسم الله خوانده می شود. اینها آرام خوانده میشه. چه آرام خوانده شود چه بلند خوانده شود، مسئله نیست که جای اختلاف داشته باشد. احترام بگذاریم بین اختلاف ها، احترام بگذاریم به اختلاف علمای بزرگ و کسانی که برای فتواهای خود دلیل دارند، ولو اینکه نظر ما این باشد که قول راجح این است یا قول راجح آن است. این رو بخاطر این ذکر کردم که این مسئله احیانا شما میشنوید، شاید بعضی از عزیزان در مساجدی وارد بشوند، خصوصا در اروپا، در آمریکا که تنوع مذاهب است در یک مسجد خاص، و اونجا شما اعوذ بالله رو بشنوید، بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند بشنوید یا اصلا بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند نشنوید. این اصل موضوع رو من فقط به عنوان یک باب اختلاف فقهی اشاره کردم. و در ابتدای قرآن کریم وقتی شما نگاه میکنید، خصوصا قرآن عثمان طه، بسم الله الرحمن الرحیم رو آیه اول نوشته، چون ایشون خود شخص عثمان طه ایشون شافعی مذهب هستند و تا لحظه‌ای که من و شما صحبت میکنیم برای این برنامه ایشون در قید حیات است و رحمت تعالی به عمرشون این بیفزاید از ایشون قبول بکنه. و این بسم الله الرحمن الرحیم با آیه اول در این سوره ذکر شده به خاطر این موضوعی که مطرح شد. علاوه بر این بسم الله الرحمن الرحیم رو به صورت کلی قول جمهور علما این هست که بسم الله الرحمن الرحیم برای فصل بین سوره ها آمده است و جز آیه نیست. این قول راجح تر است. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله رحمان رحیم. سوره با این آیه شروع می شود. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله. این آیه اول سوره است. با توجه با احترام به اختلافی که ذکر کردم خدمت شما، قول راجح این است که آیه اول سوره الحمدلله رب العالمین است. این نکته رو اشاره بکنم خدمت شما عزیزان که در تعداد آیات همه اتفاق نظر دارن که 7 آیه است. یعنی چه آیه اول رو به عنوان بسم الله الرحمن الرحیم فرض بکنن، عزیزانی که آیه اول رو بسم الله الرحمن الرحیم میدانن، باز هم میبینید که شما 2 آیه آخر رو 1 آیه حساب میکنن. یعنی اینجا که بسم الله الرحمن الرحیم رو آیه اول نوشتن، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو 1 آیه حساب کردن که باز مجموعش میشه 7 آیه. عزیزانی که بسم الله الرحمن الرحیم رو آیه اول نمیدانند، صراط الذین انعمت علیهم رو 1 آیه حساب میکنن، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو 1 آیه حساب میکنن. ولی هر دو گروه همه اتفاق نظر دارن که آیات سوره مبارکه حمد 7 آیه است، چون صراحتا قرآن کریم فرمود ولقد آتیناک سبعا من المثانی. من هر دو عظمت به شما 7 مثانی دادم به تو ای محمد مصطفی علیه السلام، و 7 مثانی یعنی 7 آیه که تکرار می شود. در تعداد آیات اختلاف نظری وجود ندارد، فقط در تقسیم این که این آیات آیا بسم الله را آیه اول بگیریم یا نگیریم اختلاف نظر وجود دارد، وگرنه همه 7 آیه دارند و اینجا هم 7 آیه برای همه ثابت است. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. آیه اول سوره الحمد است. الحمد لله، سوره حمد چون با الحمد شروع می شود. اولین کلمه ای که الله متعال در اولین آیه قرآن کریم ذکر فرموده است الحمد لله رب العالمین. این اولین آیه قرآن کریم است. من بقول راجع الحمد لله ابتدای کلام الله متعال، ابتدای سوره مبارکه حمد، ابتدای عظیمترین سوره قرآن کریم، ابتدای مهمترین سوره‌ای که در طول تاریخ دعوت انبیای الهی نازل شده است، مهمترین سوره‌ای که در تورات، انجیل و زبور و قرآن وجود دارد، سوره مبارکه حمد است. اولین کلمه این سوره بسیار مهم است. انتخاب اولین کلمه الحمد لله. الحمد کلمه حمد الف و لام بر سر کلمه الحمد. الف و لام در لغت عربی ما 3 مدل الف و لام داریم. اینجا کدوم یکی از این 3 است؟ الف و لام اینجا برای استغراق است. یعنی چی؟ الف و لام برای در برگرفتن تمام انواع حمد است. وقتی میگم استغراق، این تمام انواع اون اسمی که الف و لام بر سر او آمد، حمد، تمام انواع حمد و ستایش، همه بهترین انواع حمد،
الحمد، حمد، کلمه حمد یعنی ستایش. حمد یعنی ستایش. ستایش یک ذاتی، تعریف از یک ذاتی که صفات کمال دارد، صفاتی دارد. حمد و ستایش. حمد با مدح فرق میکنه. مدح احیانا حمد به همراه محبت است و تعظیم است و از روی صداقت است، اما مدح احیانا برای تملق و چاپلوسی است، از روی محبت نیست، از روی تملق و چاپلوسی است. معنای عامتری دارد. مدح هم از روی محبت میتونه باشه، هم از روی چاپلوسی، اما حمد فقط از روی محبت و تعظیم است و تفاوت بین مدح و حمد وجود دارد. الحمدلله، بهترین انواع حمد از سوی الله متعال است. حمد میکنیم الله متعال رو، ستایش از جانب الله متعال است. الحمدلله. لله برای الله متعال. این لامی که سر لفظ جلاله الله آمده برای اختصاص است، خاص الله متعال است. بهترین حمد و ستایش از آن الله متعال است. الله، اینجا اولین باری است که در قرآن کریم نام مبارک الله ذکر می شود. الله، لفظ جلاله. ما کلمه الله را به عنوان لفظ جلاله ازش یاد می کنیم. برای ادب و احترام با این کلمه، با این اسم عظیم الله، در اصطلاحات دینی تعبیر لفظ جلاله استفاده می شود. لفظی که عظمت و جبروت دارد. الله اسم خدای ما مسلمانان است. اسم خاص معبود ماست، خدای ماست، آن ذاتی که او را می پرستیم. یک اسم خاصی دارد. بهترین نامش، عظیمترین نامش، جامعترین، کاملترین، شاملترین نامش الله است. الله. خودمون رو عادت بدیم جایی که الله ذکر شده است بگوییم الله. ما در فارسی عادتاً کلمه خدا استفاده میکنیم. کلمه خدا در زبان فارسی ترجمه الله نمیتواند باشد. اسم ترجمه نمیشه. ما یک اسمی رو وقتی که از یک زبانی به زبان دیگری منتقل میکنیم نباید اسم رو ترجمه بکنیم. مثلا وقتی میگوییم محمد صلی الله علیه و سلم، خب میگیم محمد است. ما در فارسی هم میگیم محمد صلی الله علیه و سلم. نمیایم بگیم ستایش شده. اسمها رو ترجمه نمیکنیم. الله نام خدایی است که ما میپرستیم. یک موضوع دوم، علاوه بر اینکه اسم ترجمه نمیشه، ما در فارسی کسانی که مسلمان نیستن، احیانا مسیحیان، یهودیان، حتی آتش پرستان کلمه خدا رو استفاده میکنن. میگوین من به خدا اعتقاد دارم، از خدا میطلبم، از خدا میخواهم، خدایا کمک بکن. وقتی از اون میپرسید که این خدا کیست، میگوید مسیح علیه السلام. مسیحیان مثلا، یا میگوید آتش است، یا میگوید فلان. کلمه خدا ترجمه اله است. همونطور کلمه پروردگار ترجمه رب است. اما الله، خود لفظ جلاله الله، ترجمه فارسی نباید ترجمه بکنیم به نام خدا. ما میگوییم الله، اسم اون ذاتی که ما مسلمانان او را میپرستیم الله است. و چه نام زیبایی است الله. و جالب چیست که لفظ جلاله الله، لا اله الا الله، شهادت لا اله الا الله، خود این کلمه لا اله الا الله رو هم الله متعال از خود حروف الله گرفته است. لا اله الا الله، لا اله الا الله. این تعبیر و این جمله معروف ترین جمله تعریف الله متعال است. برای شناخت الله متعال بهترین جمله لا اله الا الله است. خود کلمه لا اله الا الله هم از لفظ الله گرفته شده است. از لفظ الله، لا اله الا الله، همه حروفش. و این عظمت ذات الله متعال رو نشان میدهد که برای تعریف خود از نام خود جمله رو استفاده کرده که تمام حروف اون از نام خود او گرفته شده است. لا اله الا الله، کلمه الله. کلمه الله در اصل لغت از کلمه اله گرفته شده است به معنای معلوه. یعنی اینکه اون ذاتی که شایسته عبادت شدن است، معبود به حق. معنی تحت لفظش این میشه. و درباره این لفظ کلمات مفسرین معانی دیگری رو هم ذکر کردن، مشتقات دیگری رو هم ذکر کردن که از چه کلمه‌ای گرفته شده است. معروف و مشهورش همین است.
الله نام خدایی است که ما مسلمانان او را میپرستیم. الله جامع ترین نامی است که الله متعال دارد. نام الله متعال، نام الله، لفظ جلاله کامل ترین و جامع ترین است، زیرا نام های دیگری که الله متعال دارد، نام های دیگری هم دارد، اسماء دیگری هم دارد. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله متعال میفرماید من الله از من نام های نیک فراوانی دارم، الله را با نام های نیکش بخوانید. نام های نیک الله متعال فراوان است. این نام های نیک الرحمن، الرحیم، الکریم، الحکیم، السمیع، البصیر، هر کدام از این نام ها به یک صفتی از صفات الله متعال دلالت می کند. اما لفظ جلاله الله به اون جلال و عظمت و جبروت و همه ابعاد رو در بر میگیره، همه صفات رو در بر میگیره. لفظ جلاله الله. الحمدلله، بهترین حمد و ستایش از آن الله است. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله، بهترین حمد و ستایش از آن الله است که پروردگار جهانیان است. رب العالمین. رب، کلمه رب در لغت عرب به معانی مختلفی استفاده می شود. کلمه رب به معنای سید مطاع استفاده می شود، سرداری که از او اطاعت می شود. در قرآن کریم هم ما همچین معنی برای رب داریم. مثلا در سوره مبارکه یوسف علیه السلام وقتی اون دو هم زندانی که با ایشان هستند خوابهای خود رو تعریف کردند و تعبیر اونها رو برای اونها می گفت، فرمود یا صاحبی سجن، ای دو هم زندانی من، اما احدکما، اون کسی که خواب دیده بود که انگورها رو آب میگیره و شراب درست میکنه، فرمود اما احدکما، اما یکی از شما که اون خواب رو دیده، فیسقی ربه خمرا، او به زودی به سید خود، آقای خود، پادشاه خود خمر می نوشاند. فیسقی ربه. کلمه رب اینجا به معنای سید و سرور و آقاست. یکی از معانی کلمه رب در لغت عرب سرداری است که از او اطاعت می شود. سید مطاع، سرداری، آقایی که از او اطاعت شود، کلمه رب برای او استفاده شده است. معنای دیگری که کلمه رب دارد، رب به معنای کسی که تربیت می کند، رشد می دهد، نمو می دهد و او بزرگ می کند. مربی، در فارسی هم ما همچین تعبیری رو استفاده می کنیم. مربی کسی که تربیت می کنه، مربی اطفال مثلا. در قرآن کریم هم همین تعبیر ما استفاده شده است به این معنی. کلمه رب به این معنی در قرآن کریم هم استفاده شده است. آنجایی که در سوره مبارکه اسراء الله متعال درباره پدر و مادر و احترام به پدر و مادر می‌فرماید که با آنها احترام بگذارید و الله متعال سفارش می‌کنه به نیکی و پدر و مادر و این دعا رو ما یاد می‌دهد که ما این دعا را بخوانیم درباره پدر و مادرمان، بگوییم رب ارحمهما، یا رب ای پروردگار من با آنها رحم کن، کما ربیانی صغیرا، کما ربیانی، کلمه ربیانی از رب گرفته شده. همونطوری که اونها در کودکی من رو تربیت کردند، پروراندند، رشد دادند و من رو تربیت کردند و بزرگ کردند، تویی که پروردگار من هستی، تویی که من رو به وجود آوردی، تو هم همونطوری که اونها من لطف کردن و احسان کردن به اونها لطف و احسان بکن. کلمه رب در این آیه است مبارکه اسراء به معنای رشد، نمو، تکامل و تربیت آمده است. همچنین کلمه رب معنای دیگری هم استفاده شده در ادبیات عرب. کلمه رب به معنای صاحب و مالک هم هست. در قرآن کریم ما هم تعبیر رو داریم، فلیعبدوا رب هذا البیت. در سوره مبارکه قریش، فلیعبدوا رب هذا البیت، پس عبادت کنید مالک این خانه را، صاحب این خانه را، رب هذا البیت. رب در داستان معروف حمله ابرهه برای تخریب خانه کعبه، وقتی که رفت و نزدیک شد و سربازان او 200 شتر از شتران عبدالمطلب بزرگ آن زمان قریش رو گرفتن و بعد عبدالمطلب رفت با او گفتگو بکنه. او فکر میکرد که عبدالمطلب میآید از من میخواهد تا من از تخریب خانه کعبه صرف نظر بکنم. آنجا یک گفتگوی بین این دو نفر اتفاق میافتد و وقتی که عبدالمطلب وارد می شود و میگوید که سربازان تو 200 شتر از شتران من را دزدیدن و من پس بده. ابرهه در کمال بهت و ناباوری میگوید که من آمدم تا خانه ای را که شما عبادت میکنید او را تخریب بکنم و تو شتران خود را میخواهی. یک جمله ای گفت
گفت انا رب الابل وللبیت رب سیحمیه. من رب ابلم، من صاحب شترهای خود هستم، خانه از خود صاحبی دارد و او حمایت خواهد کرد خانه خود را. اینجا رب به معنای صاحب است، به معنای صاحب اختیار است، به معنای مالک است و این معانی هستند که در قرآن کریم هم استفاده شده است. علاوه بر این در قرآن کریم ما یک معنی دیگر هم داریم برای رب و رب در قرآن کریم به معنای قانونگذار، کسی که اطاعت مطلق می شود از او، قانونگذاری می کند و حکم می کند و اطاعت مطلق از او انجام می شود. الله متعال در مذمت یهودیان و مسیحیان می فرماید در سوره مبارکه توبه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. آنها علمای خود رو، روحانیون خود رو و به قول امروزی ما آخوندهای خود رو با عنوان رب گرفتن، اربابا من دون الله، یعنی حکم میکردن. علمای اونا هر حکمی که میکردن حکم اونها رو واجب الاطاعت میدانستن و قانونگذار میدانستن آنها رو و حکم اونها واجب اطاعت بود، یعنی هر چه حکمی که میکردن اطاعت میشد. رب اینجا به معنای ما وقتی که در قرآن کریم کلمه رب برای الله متعال استفاده میشود همه این معانی رو در بر میگیره. الله متعال اون ذاتی است که خلق میکند، تربیت میکند، رشد میدهد، نمو میدهد و رسیدگی میکند به امور بندگان خود و مخلوقات خود و اونها رو تربیت میکنه و از اونها غافل نیست. الله متعال مالک مخلوقات خود است، صاحب اختیار اونها هست و در داره آنها هر گونه‌ای که بخواد امر میکنه و نهی میکنه. الله متعال اون کسی است که سید مطاع است، اون سیدی است که هیچ سیدی به مانند او وجود ندارد که باید اطاعت بشود. اطاعت میشود، فرمانبرداری میکند، فرمانبردار او هستند بندگان او. الله متعال اون ذاتی است که قانون میگذارد و دستور میدهد. همه معانی که در رب ذکر شد، معانی که در لغت عرب برای رب استفاده می شود، برای الله متعال به یک جا در کلمه رب وجود دارد. الله متعال اون ذاتی است. وقتی ما میگیم رب برای الله متعال رب رو استفاده میکنیم، یعنی اون ذاتی که خلق میکند، میآفریند، رشد میدهد، تربیت میدهد، صاحب مخلوقات خود هست، امر و نهی میکند درباره آنها و اطاعت میشود در آنچه که امر میکند و نهی میکند. الله متعال رب است. الحمدلله رب العالمین. العالمین، عالمین یعنی غیر الله متعال، معنی سادهش. عالمین به معنی غیر الله متعال، تمام مخلوقات الله متعال. عالم، کلمه عالم به یک مجموعه از مخلوقات اطلاق می شود که در یک صفتی با هم مشترکن یا در یک زمانی با هم مشترکن یا در یک مکانی با هم مشترکن. این می شود عالم. عالم جن، عالم انس، عالم پرندگان، عالم جانوران، عالم دریا، عالم آسمان، عالم ملائکه، هر کدوم یک صفاتی مشترکی با هم دارند. هر کدوم از اینها یک عالمی هستند برای خود. عالم شرق، عالم غرب، اگر به مکان مثلا دقت بکنیم، عالم گذشته، عالم حال، هر قرنی یک عالم است، هر زمان یک عالم است. هر مجموعی از مخلوقات خداوند و الله متعال اینا خودشون یک عالم هستند. اینجا عالمین جمع عالم است. چرا؟ چون هر کدوم از اینها یک عالمی هستند. هر کدوم از مخلوقات الله متعال یک عالمی هستند برای خود. مورچه ها یک عالمی هستند، حشرات یک عالمی هستند، حیوانات یک عالمی هستند، پرندگان یک عالمی هستند و خزندگان یک عالم دیگری هستند، چرندگان عالم دیگری هستند، آسمان ها عالم دیگری است. عالم هایی ما داریم، مخلوقات الله متعال عوالم مختلف، عالم های مختلفی داریم که الله متعال رب همه اینهاست. الله متعال رب همه اینهاست. هر آنچه که در عالم وجود دارد، عالم های مختلف، الله متعال وقتی که برای ما در آیات مختلف از این عالم ها صحبت می کند، انسان در حیرت می ماند. و ما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم. الله متعال می فرماید هیچ جمادی روی زمین نیست، هیچ پرنده‌ای در آسمان نیست مگر اینی که امت‌هایی مثل شما هستند. عالم‌هایی وجود دارند. هر کدوم از اینها درباره اونها کتاب‌ها نوشته شده. الله متعال تک تک مخلوقات رو، تک تک اجزای این عالم‌ها رو، تک تک افراد این عالم‌ها رو که هر عالمی میلیون‌ها بلکه میلیاردها عضو دارد، الله متعال تک تک اینها رو به وجود آورده
خلق کرده، میدانه حال آنها رو، مدیریت میکنه، تصرف میکنه در امور آنها، اطاعت میشه در بین آنها. اینها عالم‌هایی هستند که الله تعالی وجود آوردن. الحمدلله رب العالمین. اولین آیه قرآن کریم برای ما الله متعال رو این گونه معرفی میکنه. الله آن ذاتی است که تمام آنچه که چشم شما میبیند و نمیبیند، هر آنچه که در آسمان و زمین وجود دارد، همه اینها رو الله متعال به وجود آورده است. هر آنچه در آسمان است، هر آنچه در زمین است، هر آنچه در بین آنهاست، همه اینها رو این ذات به وجود آورده است. این ذات عظیم رو باید حمد و ستایش کرد. حمد و ستایش. الحمدلله رب العالمین. این ذات با این عظمتش که شما رو هم به وجود آورده، این ذات شایسته حمد است. حمد کنید، ستایش کنید. الحمدلله رب العالمین. حمد، ستایش از آن الله متعال است. حمد رو ما باید در زندگی خودمون داشته باشیم. حمد، تمام ذره ذره عالم به حمد و ستایش الله متعال مشغولند. در سوره مبارکه اسراء الله متعال میفرماید تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن. آسمان های هفتگانه، زمین و هر آنچه که در زمین وجود دارد، همه اینها به تسبیح و حمد الله متعال مشغول هستند. همه اینها به تسبیح و حمد الله متعال مشغول هستند. و ان من شیء الا یسبح بحمده. هیچ چیزی وجود ندارد مگر اینکه به تسبیح و حمد الله متعال مشغول است. ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اما شما متوجه نمیشید. هر ذره‌ای در عالم وجود دارد به حمد الله متعال مشغول است. الله متعال ملائکه را میفرماید الذین یحملون العرش و من حولهم. کسانی که ملائکه‌ای که حمل میکنن عرش الله متعال و ما حول عرش الله متعال هستند. یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یسبحون بحمد ربهم. یسبحون بحمد ربهم. به حمد و تسبیح الله متعال مشغول هستند. این کلمه‌ای که الله متعال در اینجا ذکر کرده است، میفرماید که کسانی که در جنت هم میروند و له الحمد فی الاخره، در آخرت هم به حمد الله متعال مشغول هستند. درباره بهشتیان الله متعال میفرماید و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این همین تعبیری که در ابتدای سوره قرآن کریم، اولین سوره قرآن کریم، در اولین آیه‌ای که از قرآن کریم مشاهده میکنیم وجود دارد. الحمدلله رب العالمین. این کلمه کسی که به این ایمان می آورد، این رو در هر رکعت نماز می خواند، به آن عمل می کند، در جنت هم همین رو در پایان مسیر وقتی وارد جنت می شود، در اون نعمت ها، در اون ناز و نعمت، در اون آسایش و آرامش، این کلمه رو دوباره می گوید الحمدلله رب العالمین و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. وقتی که وارد جنت می شوند میگن الحمدلله. وقتی وارد جنت می شوند جنتیان میگن الحمدلله الحمدلله. این الحمدلله رو ما باید در زندگی خودمون یاد بگیریم. تعبیر الحمدلله رو استفاده بکنیم. الحمدلله همیشه سر زبان ما باشد. الحمدلله الحمدلله. بعد از غذا، بعد از خوراک، بعد از استراحت، بعد از هر نعمتی، حتی در نه تنها در نعمت، حتی در مصیبت ها، رسول الله علیه السلام در نعمت ها میفرمودن الحمدلله الذی بنعمته تتم الصالحات. وقتی نعمت می آمد الحمدلله، وقتی که مصیبت می آمد الحمدلله علی کل حال. الحمدلله میفرمودن الحمدلله. از بس این تعبیر را الله متعال دوست دارد. یکی از بهترین اذکاری که در عالم وجود دارد سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله والله اکبر. این 4 تعبیر بهترین الفاظ و بهترین ذکرهایی هستند که در عالم می شود اینها را استفاده کرد و به زبان آورد. الحمدلله نزد الله متعال انقدر زیباست، الله متعال دوست دارد این تعبیر رو. قرآن خود رو با این تعبیر شروع میکنه. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. این من تکرار میکنم این رو تا یادمون باشه. قرآن کریم با این تعبیر شروع شده. الحمدلله. این رو یاد بگیریم، یاد بدیم به فرزندانمون، یاد بدیم به خانواده خودمون. الحمدلله. در هر حالتی بگوییم الحمدلله. در نعمت الحمدلله، در مصیبت الحمدلله، در خوشی و غم، در مصیبت و جنگ، در آسایش و آرامش، در هر جا، در دنیا، در قبر، در آخرت، در جنت الحمدلله. همیشه این الحمدلله باید سر زبان ما باشد. حمد و ستایش از آن الله. بهترین حمد، بهترین ستایش، بهترین تمجید از آن الله متعال است. چرا؟ چون رب العالمین است. چون هر آن چیزی که دور و بر می‌بینی همه رو او به وجود آورده است. مالک آنهاست، در آنها دخل و تصرف دارد و آنجوری که بخواهد آنها رو تربیت می‌کند و رشد می‌دهد و اصلاح می‌کند. اون ذاتی است که شایسته حمد و ستایش است. یک آیه بیشتر نتوانستیم با شما از این سوره مبارکه رو به پیش ببریم. در ادامه این برنامه ان در جلسات بعد به آیات بعدی می‌پردازیم
و از الله متعال میخوایم که ما و شما فهم صحیح این آیات رو نصیب بفرماید و همچنین الله متعال رو میخوایم که به ما و شما حمد خود رو یاد بدهد آنگونه که شایسته ذات اوست و از الله متعال میخوایم که ما و شما یاد بده این سوره رو بیشتر یاد بگیریم، این سوره رو حقش رو یاد ادا بکنیم، در هر رکعت نماز میخوانیم، اما بیایم و درباره این آیات بیشتر تفکر بکنیم تا قدر آنچه رو که میخوانیم بهتر بفهمیم. ما از بچگی این سوره رو حفظیم، از بچگی این سوره رو میخوانیم، اما درباره معانی آیات آن چقدر تفکر میکنیم این میطلبد که ما درباره این سوره بیشتر صحبت بکنیم، بیشتر تفکر و تدبر داشته باشیم. تا دیدار دیگر همه شما سواران به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارتان باد. عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند، با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.